омодагиҳо ҷиҳати баргузории озмуни сайри Гули Лола дар шаҳри Турсунзода дар сатҳи зарурӣ қарор дорад. ҳадафи асосии озмун вусъати корҳои ободониву хӯрамгардонӣ дар маркази шаҳр ва деҳоту маҳалҳо буда ташвиқу тарғиби фарҳанги зебопарастӣ ба ҳисоб меравад. айни замон дар ҳудуди шаҳру деҳот ва боғи марказӣ наздики 100 намуди гулҳои рангоранг қад кашидаву шукуфта аст ва бо рангорангиаш ба ин мавзеъ ҳусну таровати бештарро зам менамояд. زیاده از 300 هزار گل‌های موسمی ویولا، پیتونیا و گل‌های لولا، صدبرگ اینچنین شنونده شده است و این روند آبادکاری‌ها در شهر ادامه یافته، نصب شوری آوازه‌ها در سطح ضروری نصب کرده شده است. ناگفته نماند که تمامی تشکیلات اداره‌ها نیز در این روند اشتراک دارند و مردم شهر ترسونزاده نیز آبادکاری را پیش خود گرفته در نزد خانه‌های خود گل‌های موسمی شنونده ایستادند و اینچنین مؤسسه کوشش دارد که امروز کوچه‌های شهر ترسونزاده را با گل‌های آرایشی زیب دهد. طی سال‌های اخیر در جمهوری تاجیکستان با یک شکوه و شهامتی خاص دایر نمودن سیر گل لاله در سطح محله، دهات، شهر، ناحیه، ولایت و جمهوری نشانه ارزشگذاری به ارزش‌های تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک بوده. تشبثکار این اقدام بسانک و دلپسند اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان به حساب می رود که پیوسته مردم را به آبادانی و سبزکاری هدایت نموده فرهنگ زیباپرستی را تشویق و ترغیب می کند. طبق نقشه چورابینی مقامات اجرایی حکومت شهر ترسونزاده 16883 بیخ درخت سایه‌افکن آرایشی به نقشه گرفته شده بود. طرف مؤسسه منزلی کمونالی اوید به خرمگردانی حدود شهر زیاده از 33000 گل‌های صدبرگ در حدود شهر همچنین شنیدن گل‌های موسمی تا امروز ادامه داده ایستادند. دوره یکمی آزمون سیر گل لاله در سطح دهه و دهات تا 18 مارت، دوره دوم در سطح شهری تا 25 مارت برگزار شده. غالبان شهری در سطح جمهوریوی که ماه اپریل در شهر دوشنبه برگزار می‌گردد اشتراک می‌نمایند. باید قید کرد که غالبان آزمون با دیپلم و تحفه‌های خاطرمان قدردانی می‌شوند.